در دهه چیلچه جماعت دهاتی به نام بابا یونس نوحیه تیمورملک ولایت ختلان جشن پرشکوه ملی نوروز جهانی با ارجگذاری به ارزش‌های والای باستانی و اقدام‌های سازنده تجلیل کرده شد. از جمله با اقدام یک نفر از صاحبکاران محلی کارگاه دوزندگی ساخته به استفاده داده شد که در تأسیس جایهای نوی کاری و جلب زنان و بانوان محلی به کسب آموزی مساعدت می‌نماید. زنان خانه‌نشین دهه چیلچه از این اقدام سازنده صاحبکاران وطنی اظهار منتداری می‌نمایند. در دایره اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دهه چیلچه با سهم صاحبکاران محلی انشاءات دارای تعینات گوناگون ساخته به استفاده داده شده است که سیمای این دهه کلاً دگرگون گردیده است. می‌خواهم منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان رسانم که ما جوانان را دستگیری می‌نمایند و به صاحبکار این دهه رحمان و نعیم جان نیز منتدار هستم که ما زنان و دختران خانه‌نشین را به این کارگاه دوزندگی دعوت نمودند و ما در اینجا کار و فعالیت می‌نماییم، هنر می‌آموزیم. سپس تنتنه‌های نوروزی در ایدگاه نوروزی ساکنان دهه چیلچه خیلی خاطرمان و پرشکوه برگزار گردید. تاکید شد که این جشن زیبای بهار نوروز را که احیای طبیعت است نزدیک 20 کشور جهان صرف نظر از نژاد و دین و مذهب تجلیل می‌نمایند. در این روز هر یک دهه در علاهیدگی دستورخوان نوروزی آرا داده زیر صوت و نوا یکدلانه رقص و خرسندی می‌نمودند. تاریخ پیدایش نوروز وابسته به جهانی گشتن آن، مقام و منزلت و نقش کلیدی نوروز در متحد نمودن انسان‌ها نقش بارز دارد. امروز ساکنان سربلند مملکت در فضای صاف تاجیکستان صاحب استقلال این جشن کهن را با رعایت تمام سنت‌های خاصش سرجمانه تجلیل می‌نمایند. در این روز همگان با ببر نمودن لباس ملی تاجیکانه به جشن پرشکوه نوروز زیبایی و تراوت مخصوص را ضم نمودند. نوروز در فرهنگ تاجیکان جایگاه و مقام خاصه داشته جنبه‌های اخلاقی آن خیلی بزرگند. تنتنه‌های نوروزی ساکنان دهه چیلچه نوحیه تیمورملک را هنرنمایی صنعتکاران مملکت جلوی دیگر بخشیده همگان زیر صوت و نوای نوروز جهانی یکدلانه رقص و خرسندی می‌نمودند. در ادامه تنتنه‌های نوروزی در اینجا همچنین با اشتراک سرشمار مخلصان گشتین ملی با اشتراک بهترین پهلوانان مملکت برگزار گردید. این چاره‌بینی ورزشی در سطح بلنددایر شده ورزشکاران توانستند با هنر والای خود رقابت نمایند و صاحب شاه جایزه‌های بلند گردند. برای بهترین گشتینگیران از جانب تشکیل کنندگان این مسابقه جمهوریوی ورزشی 2 автомاشین سبکرو و دیگر تحفه‌های ارزشمند گذاشته شده بود. در برابر پسران دختران نیز به گشتین ملی شوق و رغبت زیاد داشته اشتراک فعالانه آنها به این مسابقه جالبیت دیگر ضم نمود. مخلصان با یک کفکوبی از هنرنمایی بانوان در رشته گشتین ملی استقبال می‌نمودند. از این دستگیری ها ورزشکار دختران که قسم زیادی آنها دانشجویان و دستپروران دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف بودند روح و الهامی تازه گرفته هنری بلند نشان دادند. جهتی در سطح بلند برگزار گردیدن این مسابقه جمهوریوی ورزشی شرایط مساعد فراهم آورده شده در آن داوران صاحب تجربه جلب گردیده بودند. در واقع گشتین ملی خاص جشن نوروز بین المللی بوده همه ساله در روزهای استقبال از این جشن اجدادی در شهر و ناحیه‌های مملکت چنین مسابقه ها تشکیل و گذرانیده می شود که وسیله خوب است در سمت دریافت بهترین ورزشکاران. محض توجه و دستگیری های همیشگی است که صف دوستداران این نوع ورزش همه ساله بیشتر گردیده در برابر اشتراک در مسابقه های جمهوریوی آنها در مسابقه های سطح جهانی اشتراک نموده پرچم تاجیکستان صاحب استقلال را بلند می‌بردارند. همچنین در میدانچه ورزشی دهکی با اقدام های سازنده صاحبکاران وطن دوست ساخته شده است مسابقه والیبال بخشیده به نوروز جهانی برگزار گردید. محض فراهم آوردن چنین شرایط امکان فراهم آورده است که جوانان و نورسان پیوسته به مسابقه های گوناگون ورزشی مشغول شوند و از کارهای ناشایسته دست کشند. واقعا در دایره سیاست سازنده رهبریت دولت و حکومت مملکت در برابر شهر دوشنبه همزمان بنیاد میدان و تالارهای برهوای ورزشی در دهات نیز خوب براه مانده شده در ترغیب طرز حیات سالم مساعدت می‌نماید. عبدالحمید نظیر، سیتمی محیدین، مقصد دهه چیلچه نوحیه تیمورملک